سلام دوستان عزیز، خیلی خوش آمدید به چینل اورا نیوزیلند. خوشحالیم که باز هم در یک سفر جدید همراه ما هستید. در این سفر راهی شدیم سمت خاصترین و مهمترین مکانهای طبیعی نیوزیلند که به نام لیک تاپو مشهور است. بزرگترین دریاچه آبی شیرین در کشور نیوزیلند لیک تاپو است. این دریاچه روی یک آتشفشان بسیار بزرگ و قدیمی شکل گرفته و وقتی کنارش میستی احساس میکنی که روبروی یک دریا ایستاده ای، نه یک دریاچه. وسعت لیک تاپو حدوداً 616 کیلومتر مربع است. یکی از بزرگترین دریاچه های آبی شیرین در این منطقه از دنیا است. این دریاچه در شهر تاپو قرار دارد. شهر زیبا و توریستی که در مرکز جزیره شمالی نیوزیلند که به خاطر طبیعت، آرامش و جاذبه‌های متنوعش بسیار معروف است. اهمیت و جذابیت ها برای توریست ها فقط یک دریاچه نیست. لیک تاپو اینجا ترکیبی است از طبیعت بکر، تاریخ آتشفشانی و آرامش واقعی. برای توریست ها اینجا یک مقصد فوق العاده است. از قایق سواری گرفته تا ماهیگیری تا پیاده روی در مسیرهای طبیعی، دیدن آبشارها، چشمه‌های آب گرم و مناظر چشم نواز کوهستانی. ما در این ولاگ تجربه واقعی خودمان را با شما شریک می‌کنیم. صمیمی، ساده و دوستانه، طوری که حس کنید که شما هم همراه ما در این سفر هستید. اینجا جایی است که طبیعت حرف میزند، آرامش را می شود حس کرد و آدم برای لحظه از شلوغی زندگی فاصله گرفت. اگر عاشق سفر و طبیعت هستید، اگر دوست دارید زیبایی های واقعی نیوزیلند را تجربه کنید، حتما ویدیو را لایک کنید، کانال را سابسکرایب کنید و این ولاگ را با دوستانتان شریک بسازید تا با هم سفرهای بیشتری را در چینل اورا نیوزیلند تجربه کنیم.